هفته خبر تو خبر داره براتون از پس لرزه های زلزله کهکشان که بعد از 2 هفته همچنان ادامه داره و 4 ستون نظام ولایت رو میلرزونه، یعنی همچین رفته رو ویبره. نکته دومی که میخوام اشاره کنم، این روزها سالگرد عملیات مرصاد است. بعد از پذیرش قطعنامه 598 منافقین دست به یک عملیات انتحاری زد و با شعار از مهران تا تهران میخواستن بیان به تهران برسند. من میخوام بگم که منافقین اون روز عملیات نظامی انجام دادن و امروز تو فرانسه همایش برگزار میکنن، برای اونها هورا میکشد. ما هم به سعودی ها هشدار میدهیم و هم به فرانسه هشدار میدهیم. سعودی ها مسئولین ما مسئولین صبوری هستند، با ما شوخی نکنید. معلومه که گرد همایی ایرانی ها حسابی چرت آخوندا رو پاره کرده و خواب رو از کلشون پرونده. از اون طرف درست تو روزایی که جماعت جام زهری دنبال توتال بازی و این حرفان، دلواپسا تیویریش رو تیر کردن تا اینجوری نسخه معامله با توتال رو بپیچن. وزارت دادگستری آمریکا سال 2013 اعلام کرد شرکت توتال با رشوه 60 میلیون دلاری برخی پروژه ها را از آن خود می کرده. در قصه تحریم ها هم همین شرکت توتال در سال 87 اعلام کرد ریسک سرمایه گذاری در ایران بسیار زیاد است و ما سرمایه گذاری را در این کشور متوقف می کنیم. با همه اینها متولیان صنعت نفت بر این عقیده‌اند که کشور برای تولید از میادین مشترک نباید فرصت را از دست بدهد و باید از شرکت‌های خارجی که هم تکنولوژی دارند و هم منابع ارزی استفاده کند تا سهممان در میادین مشترک نصیب طرف مقابل نشود. اما حالا در بین کلی شرکت‌های خارجی که متقاضی حضور در پروژه‌های نفتی ایران هستند، چرا باز به توتال لبخند ویژه می‌زنیم؟ خلاصه این که وقتی عظما پرید تو باطلاق برجام هیچ وقت فکر نمی کرد که عمقش اینقدر باشه. عنوان سخت‌ترین سوال هفته رو باید بدن به طراح این سوال که از خبر ممانعت از ورود تجار به ایران براش سوال شده که آخه داعش و تروریسم چه ربطی به نظام ولایت داره؟ مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که محدودیت‌های جدیدی برای شهروندان 38 کشور که در حال حاضر بدون روادید به آمریکا سفر می‌کنند در نظر گرفت. از این پس اتباع این کشورها اگر در 5 سال گذشته به ایران، عراق، سوریه و سودان سفر کرده باشند، باید ویزا دریافت کنند. بهانه مقامات کاخ سفید از وضع این مقررات ظاهراً برای جلوگیری از ورود اتباع اروپایی عضو داعش به آمریکا بوده است. اما اینکه مسافرت به ایران چه ارتباطی با داعش دارد، سوالی است که هنوز به آن جوابی داده نشده است. آخوندا فکر میکردن بعد از برجام سوار سرسره اتفاقای خوب میشن و همینجوری سر میخورن به سمت خوشبختی، اما طولی نکشید که حالا بشنوید از جدیدترین راهکار همین سخنگوی گیجمشنگ شیخ فری برای بستن پرونده حقوقای نجومی. میگه 13 مدیر رو اون هم به نوعی برکنار کردیم، حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش رو. سخنگوی دولت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 گفت 13 مدیر ارشد به دلیل دریافت‌های غیر متعارف به نوعی از کار برکنار شدند و در برنامه ششم همه تبعیض‌ها و تفاوت‌ها در دریافت‌ها به حداقل میرسد. تو پروژه ماسمالیداسیون حقوق‌های نجومی مسئولیت منفجر شدن رو به خرچنگ ولایت سپردن که اون هم تمام زورش رو میزنه. من نمیخوام خیلی باز کنم، ولی یک کلمه تو دلم هست
دارم منفجر میشم نگم بابا یه مرتبه چشم باز میکنن فلان مسئول فلان مقدار، حالا تعیین نمیکنم، یا بعضی ها میگن همه حقوق دوره خدمتمون را بذاریم رو هم به اندازه حقوق یک ماه فلان مسئول نمیشه. این حرفا را جدی بگیرید آقایان. این ادا و اطوار خرچنگ نظام بیشتر شبیه به فیلم بازی کردن پدر این بچه میخوره که میخواد با این اداها درد آمپول رو کم کنه. Pedro corajoso, tia Ned, olha só. Olha aqui, ó. Pedro. O papai aqui, ó. E aí, Pedrinho, já foi, Pedrinho, já foi. Ei, acabou, Pedro. Pedro nem chora porque ele é forte. Calma, Pedrinho. E Pedro mais... این هم عربده کشی بوفالوی ولایت علیه کنسرت و موسیقی که گوش کردنش اعصاب قوی میخواد. کنسرت تنها موسیقی نیست، کنسرت حاشیه‌ای دارد و حاشیه‌اش ابتذال آفرینه، حاشیه‌اش ابتذاله. ای که یه مرتبه یه عده فریاد میکشن، کف میزنن، سوت میزنن، اظهار هیجان میکنن، این یه شکلی از گناه و این هیجان یه شکلی از غضب خداست که در مظاهر زندگی اجتماعی ما بروز کرده است. هر کاری که بنا شد در حاشیه او کار هیجانهای نامشروع صورت بگیرد، ولو کار مقدس، ولی در عین حال همی که با ابتذال همراه شد میشه حرام. یکی از دلایل جلز و ولز این آخوند عصر حجری اینه که میبینه دکون روزخونی خودش و همپالگیهاش تخته شده و چشم دیدن کنسرت و موسیقی و این حرفا رو نداره. بازارگرمی این یکی دایناسور هم برای جمعه بازارش به همین خاطره. و نکته دوم میخوام عرض کنم که به خودمون تنها بسنده نکنیم، برای شرکت در نماز جمعه فرزندانمون را، چه دختران و چه پسرانمون، تشویق کنیم که در این صفوف به هم فشرده نماز جمعه شرکت کنند. بسیجی‌های یکی از شهرها هم دور همین جمع شدن، بچه هاشون هم آوردن، اما ته خط تظاهرات روز قدسشون این شده: مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، مرگ بر ضد ولایت فقیه. این هم شگرد بزبز قندی نظام برای شیره مالیدن به سر بسیجی‌ها و در بردن خرمهره‌های حکومتی از مهلکه اختلاس. ما کسانی خواهیم داشت تو همین امت میان، تمام مسئلهشون همین، مدام تو فکرن چجوری بیشتر کیف کنن، لذت ببرن، بهترین غذاهای رنگارنگ و چطور بخورن. تمام مسئلهشون اینه که چجوری کاخ بسازن، خونه‌های اشرافی بسازن، نماز میخونن، مسجد میرن. تمام برنامه‌شون یه چیکار کنیم بهتر بخوریم خودمون. اینا تفاوتی با خوک ندارند، حیوان محضند، حیوان مطلقاً. مذهبی هم هست. بعدم شما فکر نکنید اینایی که رشوه میگیرن، اختلاس میگیرن، از یک کره دیگه آمدن. اینا همین شماهاین، هم خود شماهاین. معرفی میکنیم حاج آقا لامبورگینی در حال صفا کردن با حقوقهای نجومیش. عظما از همه جور سیخ و سنبه برای فرو کردن تو پک و پهلوی کوسه استفاده کرده بود. فقط مونده بود آشپز ریاست جمهوری که اون رو هم به کار گرفت. کدوم دوره آشپزخونه خیلی ساده تر بود، غذاها
کدوم دوره فقط مفصل‌تر و در دوران آقای خامنه‌ای که خودش شخصا اومد با من صحبت کرد، اینی که خود اون موقع که رئیس جمهور بود، اسم منم یه دفعه یادش میره، پسرش گفت میگفت پدر شاید ما مثلا از خودش اسم گفت مجلس خبرگان یا فلان بیاد، گفت که یک نوع غذا درست کنید، یه وقت دو نوع غذا درست نکنید. خود شخص رئیس جمهور اومد. ما هر وقت میدیدیم که اینا مجلس های خبرگان سالی یه دفعه یا دو جلسه داشتن یا آقای خامنه‌ای یک نوع غذا بیشتر درسته. ولی حالا شما گفتید آقای هاشمی یه مقدار چون که رئیس جمهور لردی بود، این یه مقدار تشریفاتی بود، غذای خوبی هم مرتب خب خودشون دستور میدادن، مفصل تر بود. بله اینی که فرمودید من پدرش نمیتونم، ولی آقای خامنه‌ای فقط دستور میداد یک نوع غذا برای ما درست کنید، دو نوع بشه. این هم یه چشمه جدید از تته پته جنتی که احتمالاً زبونش رو فقط خودش میفهمه و دایناسورها. ببینید اون به چه سرنوشتی دچار شد. انما اريد الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. کجا رفت؟ قرآن کجا رفت؟ هل اتی کجا رفت؟ انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء یوفون بالنذر. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء یوفون بالنذر. شهادت اونایی که میگفتن ارر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخلق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی محضر العدم. حالا توجه شما رو به یه راهنمود آخوندی جلب می‌کنیم که ویژه برطرف کردن خماری عظما تو ایام ماه رمضونه. در طول روز اگر ادامه روزه برای او مشقت شدیدی داره که قابل تحمل نیست، یعنی فرض بفرمایید که تا ساعت 11 مثلا وقتی روزه رو ادامه داد، ساعت 11 دیگه نشه اصلا دیگه داره میمیره، این حتما باید بهش برسه، چاره نیست دیگه. اینجا یا حالا اون مقداری که از موادی که مصرف میکنه در حقیقت نجات جانشه استفاده بکنه، باید روزه رو بگیره. اون جاهایی که در روز یک بار یا دو بار واقعا دیگه ادامه روزه براش حرجه، میشه گفت آخر سختی، آخرش بله آخر سختی، بله یعنی مشقت شدید، اونجا فقط مجاز است که از اون مواد استفاده بکنه. این رو دیگه بهش روزه‌خوری عمدی نمیگن، خوبیش این است که روزه‌خوری عمدی نیست. در پایان توجه شما رو به ابتکار جالب یک گیتاریست جلب می‌کنیم که هم دیدنی و هم شنیدنیه.